سلام بینندگان ارجمند. امروز جمعه 25 اکتبر است و این برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی. برنامه با زحمت خبرنگاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. به موضوع اساسی این نشر توجه کنید. مرگ نابهنگام الماس سیف‌الدینов، کارشناس مسائل اقتصادی و سابق رهبر بنیاد جامعه باز در آمریکا درگذشت. اجازتنامه کار به یک شرکت دیگری چینی. حکومت تاجیکستان به کارخانه اتحاد برادران اجازه داد در کناره‌های دریای سرخاب معدن طبیعی جستجو کند. نظرها به گدایی و طلبندگی در تاجیکستان. پلیس از بازداشت طلبنده‌های دارا تا رفت خبری بیشتر نشر می‌کند. زورش اومده که میروی میطلبه چی؟ اگه که جزئی میکنی یک کار دیگه میکنی طلبندگی صد بار خوبه برای و یک خبر در امریکا. الماس سیف‌الدینов شارح معروف مسائل اقتصادی تاجیکستان درگذشته است. خبر را خانواده او تصدیق کرد ولی سبب مرگش را نگفت. الماس سیف‌الدینov در تاجیکستان در سفارت امریکا و بعداً چون رهبری بنیاد جامعه باز کار کرده است. اقتصاددان خوب بود و کارشناس معروف جامعه مدنی. صحیفه فیسبوکی خبرهای اقتصادی تاجیکستان یا ENT را مدیریت میکرد و حامی آرمانهای دموکراسی و آزادی بیان بود. در گذشته ناگهانی الماس سیف‌الدینov دوستان و همکاران و همجامعه مدنی تاجیکستان را تکان داده است. 3 ماه پیش همراه با همسر و 3 فرزندش به آمریکا کوچیده بود. آرزوی بازگشت به وطن داشت اما عکس خود را از جبهه فرستاد. تا رفت شماری بیشتری شهروندان قرقیزستان که در زندانهای روسیه جزا ادا میکنند از میدانهای جنگ در اوکراین از خود درک میدهند. در این باره حقوق شناسانی که به مهاجران در روسیه کمک میرسانند به بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر دادند. به گفته آنها از صدها زادگان آسیای مرکزی که به جبهه فرستاده میشوند تنها شماره اندک زنده برمیگردند. گزارش شهلوی بلخوجه. در این نوار که تقریباً 1 ماه پیش از میدان جنگ در اوکراین ثبت شده است، زادگان کشورهای آسیای مرکزی قرار دارند. نفری از آنها با زبان ازبکی صحبت میکند. خبرنگاران بخش قرقیزی رادیو آزادی در این نوار یک زاده قرقیزستان قنیبک را شناختند که در بارش ماه اوگوست گزارش داده بودند. قنیبک برای مواد مخدر در محبس چیلیابینسکی روسیه 3 سال حکمش را ادا کرده بود. به نقل نزدیکانش او میخواست به وطن انتقال یابد. پروندهش را باید به زودی دادگاه بررسی میکرد، اما بعداً این عکسش را در احاطه سربازانی که چهره آسیایی دارند فرستاد. منابع رادیو آزادی میگویند همه آنها زادگان آسیای مرکزی بوده در زندانهای روسیه نگهداری میشدند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان کوشش کرد بفهمد که قنیبک چگونه پیش از مهلت آزاد شده است. ما عاید این نفر به روسیه مراجعت کردیم. به ما گفتند که او ماه ایول سال جاری از محبس آزاد شده است. معلوماتی دیگر ندادند. کنسولگری ما در یکاترینبورگ با خویشاوندان او تماس دارد و به آنها تمام معلومات موجوده را میرساند. کسی نمیداند که حالا قنیبک در کجاست، زنده است یا مرده. حقوقشناسی که در روسیه با پرونده های دادگاهی مهاجران سر و کار دارد میگوید شماره چنین قرقیزستانی هایی که از زندان ها به جنگ انتقال یافته و ناپدید شدند شاید صدها نفر باشد. اگر پیشتر به نزد مهاجران محبوس وگنری ها می رفتند، حالا خودی کارمندان محبس ها آمده پول و شهروندی و آزادی بعد نیم سال را وعده می کنند. در عمل آنها فریب می دهند. چند پیش 2 جوان برای گرفتن جبران پولی نزدیکانشان که در جنگ هلاک شدند از من کمک خواستند. آنها را از زندان به جنگ بردند. از روی مشاهده های من از آنجا کم کس زنده برمیگردد. آنها یک باره به جبهه اول فرستاده شده به هلاکت می رسند. مهاجران نه فقط در زندان‌ها بلکه در کوچه و ایستگاه‌ها و متروها به جنگ جلب می‌شوند. یکی از چنین نفران پسری این ساکن جلال‌آباد است. وی پسری یگانه من است. برایش میگفتم که به خانه برگشته عائله‌دار شود. پلیس او را چند دفعه دستگیر کرده بود. این دفعه پسرم را در گردنش زدن مجبور کردند که حجت‌ها را امضا کند. او هراسیده امضا گذاشت. حالا میترسم که به جنگ میبرند. به نقل زن پلیس به پسرش گفته است که منتظر دعوتنامه به جنگ باشد و هشدار داده است که حق ترک روسیه را ندارد.
آنها با او گفتند که شما در اینجا زندگی میکنید و ما چگونه خواهیم شما را استفاده میبریم. برای گریختن کوشش نکنید. شما عهده دارید که در اوکراین از خدمت حربی گذارید. حالا من آرامشم را گم کردم. حالا مادر در کجا بودن پسرش را نمیداند. او در تماس نیست. شاید جای پنهان شده باشد و یا ممکن است او را در نهایت مجبور کردند که در جنگ بیگانه اشتراک کند. اگر بختش آمد نماید و زنده برگردد، در قرقیزستان او را زندان منتظر است. قانون‌های این کشور اشتراک در عملیات جنگی در قلمرو خارجی را منع کرده است. حکومت تاجیکستان به یک شرکت مشترک چینی و تاجیکی اجازه داده است که در کنار یکی از شاخه‌های رودخانه سرخاب به جستجو و اکتشاف معدن‌های طبیعی آغاز کند. در کنار شاخه مقصو که کلانترین شاخه‌آب دریای سرخاب است و از ناحیه مرغاب شروع شده تا ناحیه لخش می‌رسد. شرکت اتفاق برادران بر اساس سازشنامه با حکومت حق دارد در ساحل این دریا برای یافتن معدن‌های طبیعی کارهای آموزشی انجام دهد. همکارم مولا رجب یوسفی موضوع را پیگیری کرده و برای شرح بیشتر همراهی ما است. مولا رجب سلام، لطفاً بگوید که حکومت تاجیکستان با کدام شرط و شرایط به این شرکت اجازه کافت و کابی ثروت‌های طبیعی را داده است؟ سلام خیرامان و درود بینندگان عزیز. سازشنامه میان حکومت تاجیکستان و شرکت اتفاق برادران برای 5 سال امضا شده است. بر اساس این شرطنامه شرکت در ساحل مقصو و شاخاب‌های بالابی آن در ناحیه مرغاب آموزش گیولوژی قعر زمین را انجام می‌دهد. یعنی شرکت در ساحل دریا معدن‌های طبیعی جستجو می‌کند. برای این کار شرکت اتفاق برادران وظیفه‌دار شده است که 20 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. در عوض حکومت تاجیکستان برای این شرکت امتیازهای زیادی داده است. از جمله شرکت دوام 5 سال آینده حق دارد دستگاه‌های ضروری را بدون پرداخت باج گمرکی و مالیات از ارزش علاوه شده به تاجیکستان آورد. اینچنین شرکت از پرداخت نصف انداز آزاد شده است. در عوض حکومت تاجیکستان در نزد شرکت اتفاق برادران شرط گذاشته است که 90% کارمندانش باید شهروندان تاجیکستان باشند. به حد امکان کم بودن ضرر به محیط زیست و نابود کردن پرتاب‌ها در حدود کان از شرط‌های دیگر حکومت در نزد شرکت چینی است. این شرط حکومت در حالی است که ساکنان در چند منطقه تاجیکستان از فعالیت کارخانه‌های چینی و آلوده شدن محیط زیست شکایت دارند. درباره این شرکت چی معلومات داریم مولا رجب؟ طبق معلومات کمیته انداز شرکت اتفاق برادران ماه ایول سال 2020 ثبت نام شده است. با گزارش پایگاه تشبث شفافیت در بخش استخراج معدن 60% سهمیه‌های این شرکت به شهروند چین لی خاوفو و 40% باقی مانده به نفر با نام دلیر نعمت‌الله تعلق دارد. درباره این شرکت در رسانه‌ها از این بیشتر معلومات نیست. تشکر مولا رجب. یادآور می‌شویم که شرکت‌های چینی در بخش استخراج ثروت‌های طبیعی تاجیکستان حضور گسترده دارند. طبق معلومات رسمی 84% طلای تاجیکستان را 2 شرکت چینی در زرافشان و پوکرود استخراج می‌کنند. یک تحقیق رادیوی آزاد امسال نشان داده بود که چینی‌ها در استخراج معدن و هم کشاورزی از تکنولوژی‌ها و ماده‌های کیمیایی ضررآور استفاده می‌برند. نشر خبری بازداشت مرده که دارا و تامین بوده و با طلبندگی روز میگذرانیده است در شبکه‌های اجتماعی این بحث را ایجاد کرد که تا کجا در تاجیکستان واقعا هم افراد طلبنده زیاد شده است یا نه. نظر مردم و کارشناسان به طلبندگی چی است؟ همکارانم عبدالغنی عبدالوهاب و امیر صایف گزارش میدهند. در دوشنبه شمار آنهای زیاد شده است که در کوچه و خیابانها طلبندگی می کنند. آنهای هم که به گفته ساکنان می توانند جای کار کنند و روزیشان را یابند. او که همش ایرو نودشتگیش به طلبند نیه. برای که یکون تنیم تشمع میشنوشم که زندگیش سوزه بچه مچهش سوزه خیلی می طلبند. دیگه همراه اصان یفتگی هم همراه می روند دیگه. عادت شدگی مردم ده. اما طلبنده ده عادت شدگی. اما من کار یک بار سر کردی دیگه عادت شده میمونه.
در این میان آنهای هم هستند که میگویند مردم از ناچاری و مجبوری به کوچه برآمده گدایی میکنند. زورش اومده که میروی میطلبه چی؟ اگه که دوزی میکنی یک کار دیگه میکنی طلبندگی 100 بار خوبه برای اون. در تاجیکستان که یک کشور مسلمانی است، بیشتری مردم خیر کردن را یکی از واجبات اعتقادی میدانند و برخی ها میگویند ساکنان از این چیز سوء استفاده میکنند. روحانیان میگویند خیر کردن کاری خوب است اما طلبندگی نه. طلبندگی در شریعت اجازت هست برای افرادی که خوراک یک روزه نداشته باشند، امکان نداشته باشند اگر از گرسنگی به هلاکت برسند، در این صورت به اندازه همون نجات خود برای او نه حلال بلکه مباح است. جامعه شناسان روی آوردن ساکنان به طلبندگی را نشان دهنده پس شدن وضع اقتصادی گروه از جامعه و بیکاری می‌دانند. نبودن جایهای کاری، نداشتن مزد مهنت دائمی، خب نداشتن شغل و مشغولیتی که این باعث درآمد وارد کردن به عائله باشد، همین سبب می شود که دست به طلبیدن و به دیگر عملهای زشت می‌زنند. یکی از راه‌های از بین بردن گدایی به گفته مصاحبان ما تشکیل جایهای کاری در کشور است. اگر موافق من برنامه دولتی تا سال 2026 جریان صنعتی کنی تاجیکستان اگر با موج دوام کند، همه صاحب کار، همه جای زندگی و از همین دایره مملکت خودمون بیرون نمی روند. طلبیدن هم از بین می رود و سطح زندگی پست. برابر شکایت ها از افزایش طلبنده ها خبر بازداشت آنهای هم زیاد رسانه‌ای می شود که خود را نیازمند یا معیوب وانمود کرده گدایی می کنند. ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت اخیراً از بازداشت خانواده دارای در ناحیه باباجان غفوروف خبر داد که از راه طلبندگی ثروت جمع می آورده اند. این خانواده گویا با وجود داشتن 3 ماشین و به اجاره دادن 2 تای آن گدایی می کرده اند. و اولین لوله آب در دهه دوردسته در ناحیه بالجوان ساکنان میگویند تا این زمان مجبور بودند از فاصله 2 کیلومتر آب کشانند، ولی اکنون به شرافت صاحبکاران به دهه خیبرچشمه اولین بار لوله آب کشیدند. این کاری خیر پیش از همه بانوان را خرسند کرده است که کار سخت آبکشی اکثرا بر دوش آنها بود. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. با این جمله چمک آب آشامیدنی را برای ساکنان دهه خیبرچشمه بالجوان باز کردند. زنان دهه برای گرفتن آب تازه نوبت گرفته‌اند. در تاریخ خود دهه خیبرچشمه تنها حالا با آب پاک آشامیدنی دست یافت. این مشکل دیرینه اهل ده با کمک صاحبکاران حل شد. در سالیان دراز است که در این دهه آب نبود. آب بود اما در مسافه 1.5 کیلومتر دورتر بود. ما حرکت میکردیم که آب رو به دهه بیاریم. بسیار عذاب و مشقت میکردیم. بعضا میشد که آب به دهه نمیرسید. برای به ده آوردن آب لوله به درازی 2 کیلومتر در کار شد. اکنون آب اینجا آمده در این ظرف انبار گشته اینجا به دهه و به خانه ساکنان تقسیم می شود. خوشخبر رسیدن آب پاک بیش از همه بانوان دهه را خرسند کرد. تا امروز از آب تنقیسی میکشیدیم. امروز شرایط ما شکرانه میکنیم که امروز شرایط ما مهیا گشت. بالجوان یک ناحیه کوهستانی است و چشمه های زیاد دارد، اما آنها دور از دهاتند و هم سالهای اخیر با تغییر یافتن اقلیم برخی چشمه ها خشک شده اند. از همین سبب باشندگان برخی دهه ها مجبورند آب را از راه دور به خانه هایشان کشانند. رئیس ناحیه هم هنگام باز کردن چمک از صاحبکاران سپاسگزاری کرد. او گفت مقامات تلاش میکنند با کمک صاحبکاران در دیگر دهه ها هم این کار را انجام دهند. سالهای اخیر بسیاری از چنین کارها به مانند کشیدن خط آب، ساختن راه و پل و مکتب و بیمارستان از طرف صاحبکاران انجام میگیرند. و ستایش از این در شبکه‌های اجتماعی سوال‌هایی را نیز خلق میکنند که چرا صاحبکاران باید کارهایی را کنند که وظیفه حکومتند. خود رهبران هم در اکثر نشست‌ها اقرار میکنند که با بودجه کم کاری زیاد نمیشود کرد. بینندگان ارجمند برنامه به انجام میرسد و بسیار سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش از این بیشتر را همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید.